أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حدیث میگذاریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه وقتی که عبادت میکردند استراحت میکردند. سالم ابن ابی الجعد، حدیث در سنن ابو داود روایت شده از 4000 و شماره اش 4985 می باشد. عن سالم ابن ابي الجعد قال قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة. سالم ابن ابی الجعد میگویند که یک مرد گفت، مسعر میگویند که این مردی که همان سخن را گفت از قبیله خزاعه باشد. این مرد از قبیله خزاعه گفت لیتنی صلیت فاسترحت، کاش من نماز میخواندم و استراحت میکردم. فکأنهم آبوا علیه ذلك. قوم وقتی که این سخن قبیله از مرد از خزاعه را شنید گفت چگونه این نماز خواندن استراحت کردن باشد. سپس این مرد از قبیله خزاعه گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول یا بلال اقیم الصلاة ارحنا بها. ای بلال، اذان بگو و نماز را برپا دار، اقامت بگو تا که استراحت بکنیم. در این حدیث میبینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ای بلال، اذان بگو و اقامت بگو تا که نماز بگذاریم استراحت بکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز میگذاشتند استراحت میکردند، آرام میگرفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند روشنایی چشم من در نماز است، قرة عینی فی الصلاة. من وقتی که نماز میخوانم چشمم استقرار مییابد، روشن میشود. وقتی که انسان یک دوستی نزدیکش را میبیند، از سخن گفتن و از دیدن او سیر نمیشود. وقتی که مؤمنی حقیقی به نماز میایستد و که وقتی نماز فرا میرسد او شاد خرسند میباشد که به الله ملاقات دارد، مشتاق الله است. ببینیم برادرهای گرامی، وقتی که نماز فرا رسد و ما نماز گویا که از نماز نجات تخلص تا که خلاص شویم گفتن نماز بخوانیم، بدانیم که قلبهایمان دلهایمان بیمار است و آن خشوعی که الله بر قرآن گفته است در ما نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ای بلال اقیم الصلاة ارحنا بها. ای بلال، اذان رو بگو، نماز رو اقامت رو بگو تا که استراحت بکنیم. وقتی که انسان با پروردگارش دعا میکند، عبادت میکند، با حضور دل دعا میکند و نماز میخواند، در حقیقت او در استراحت است. امروز بعضی شخصا رو میبینیم که چنان نماز میخوانند که مثل آن زاغی که یک چیز رو به نول میزند میگرد همچنان میخواند که گویا که کسی در مقابلش یک شخصی رو حس نمی کند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز میخواندند پایهایشان ورم میکرد اما حس نمی کردند، چون به الله ملاقات میکردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر وقت که یگان مصیبتی پیش می آمد به نماز می شتافتند و به الله دعا می کردند. الذین یظنون، در قرآن آمده است که واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین.
با صبر و با نماز از الله یاری بجویید. در حقیقت این نماز برای شخصایی که تنبلی میکنند، خشوع ندارند، با آنها سنگین است، مگرم که برای شخصایی که به الله در دل خشوع دارند، ترس دارند. برای همین ما باید حرکت بکنیم که وقتی عبادت بکنیم، قرآن بخونیم، لذت ببریم. اگر لذت نبریم و حرکت بکنیم که همون لذت عبادت رو دریافت بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.